خانم شقایق فراهانی و خانم تینا پاکروان به بهانه نمایش فیلم خانم در سینماهای تهران و شهرستان امشب مهمان هفت هستند. سلام خانم حال شما خوبه؟ خوش اومدید. سلام. میخواید با بیننده سلام علیکی داشته باشین و بعد گفتگویی با هم داشته باشین. سلام عرض میکنم به بیننده خوب برنامه هفت. ممنون از حمایتتون از فیلم خانم و همه فیلم هایی که همه خانم‌ها دوست دارن. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که شب خوشی رو داشته باشین و بیدار بشین راجع به خانم صحبت های ما رو بشنوید. امشب مثل که همه دبا درباره خانم ها صحبت بکنیم دیگه، جرئت نمی‌کنیم در مورد آقایون صحبت بکنیم. چرا؟ میشه صحبت کرد. خب از خانم بفرمایید. فیلم خانم، شما خانم پاکروان اول بفرمایید چطور شد رفتی سراغ فیلم خانم بعد از دستیاری و همکاری با سینماگران ایران، حالا آقای کیمیایی، آقای جیرانی و دوستان دیگر، چطور شد رفتی سراغ خانم؟ قرار بود از ابتدا من کارگردانی کنم آقای گوهر. این قصه برمیگرده به دوران تحصیل من و اصلا کارگردانی خوندم که کارگردان بشم، ولی یک ذره بازی عوض شد در 12-13 سال پیش که من برگشتم از فرنگ برای اینکه اینجا فیلمم رو بسازم و مجوز نگرفتم علیرغم تمام شرایطی که باید می داشتم و داشتم، یعنی فیلم کوتاه، دستیاری آقای بیضایی در سرکشی، فیلم کوتاهی که جایزه برده بود، مدرک و همه این چیزها. و سرنوشت من تغییر کرد. من شدم دستیار برنامه‌ریز و مدیر تولید و گریمور و بازیگر و همه تجربه هایی که میشد در سینما کرد رو تجربه کردم و شاید خوشبختانه خوشحالم که این اتفاق افتاد که الان با یک تجربه‌ای در پشت سر و با یک پختگی بخوام فیلم اولم رو بسازم که فیلم اولم خانوم باشه که دغدغه منه، در مورد زنان این مملکت بسازم و در مورد بزرگیشون و در مورد قدرتشون و عشقشون. درسته. امروز که فیلمو می‌دیدم 3 اپیزود داره در مورد 3 زن که در دوران مختلف زندگی هستن در کنار همسرشون. خیلی مظلومانه و معصومانه این زنان دارن کار و تلاش میکنن، درست برداشت کردن؟ و مدبرانه و قلدرانه قلدرانه و مقتدرانه. قلدرانش که نمیتونم بپذیرم، ولی چون ببینید تو اون مدبرانه. شرایط بحرانی من فکر میکنم یک درایتی میخواد که شاید یک جاهایی ما به عنوان زن این قدرت رو داریم در مدیریت، به خاطر نوع زندگی و اینکه مادر بودن همیشه به شما یک قدرتی رو میده که بتونین در شرایط بحرانی همیشه از خودتون عکس‌العمل‌های رو نشون بدین در مدیریت اون بحران. این رو از توانمندی زنان میدونم و فکر میکنم که جایی که باید بهش پرداخت بشه و بهش بها داده بشه، در کنار اون عشق و مهری که اگر نباشه اصلا نیازی به اون تدبیر و به اون قدرت نمایی و مدیریت نمیبینی. بنابراین نظر منه، یعنی فکر میکنم در حفظ خانواده، در تحکیم خانواده، در پیشبرد زندگی نقش زن نقش بسیار پررنگیه و امیدوارم این جایگاه فراموش نشه. و خانم فراهانی رو چطور برای نقش انتخاب کرد؟ البته بهتر بپرسم چطور شد خانواده فراهانی رو دیگه، پدر، مادر و دختر؟ خانم فراهانی من تجربه زیادی باشون داشتم. من فیلم کوتاه گره رو ایشون لطف کردن بازی کردن، تلفیلمی که برای تلویزیون ساختم پل ایشون بازی کرده بودن، در متروپول، خوابزده ها، کلاه پهلوی، خیلی جاهای دیگه ما با هم دیگه تجربه همکاری داشتیم. بنابراین من توانمندی های ایشون به نظرم که هنوز غیر قابل استفاده بوده و استفاده نشده رو میدونستم و دلم میخواستش که در نقش ناهید قصه خانم در کنار ما باشن و لطف کردن پذیرفتن، برای اینکه اون خانواده تر بشه و پناه بردن یک زن به خانوادهش، به پدرش و مادرش واقعی تر بشه. خیلی خوشحالم که مادر پدرشون بازیگران درجه یکی هستن و توانمندی و خیلی خوشحالترم که با آقای فراهانی در سرکشی همکار بودم و در پایان نامه من لطف کردن بازی کردن. بنابراین این اتفاق افتاد که این سابقه و این خاطره اینجا در دور هم جمع بشن و بتونه واقعا آغوش گرم پدر و مادر رو به عینه نشون بدیم. خب خانم فراهانی شما بفرمایید چطور با خانم پاکروان کار کردیم، همکاری کردیم؟ همونجوری که گفتن خب پیشینه ما برمیگرده به یه رابطه خانوادگی که از خیلی قبل‌تر صورت گرفته بود. ما قبلا با یه فیلم سینمایی قرارداد بستیم با هم دیگه، ولی خب متاسفانه شروع نشد، ولی بعد از اون خیلی تجربیات دیگه داشتیم. یه جمله‌ای داشتن ایشون که خیلی از توانایی خانم فراهانی دیده نشد. لطف دارن ایشون. خودتون معتقدین به این جمله یا نه؟
خیلی سخته. خب اگه بگم بله ممکنه خب یه سوء تفاهماتی ایجاد بکنه در اینکه چقدر من از خودم تعریف میکنم. اگه بگم نه که خودم بردم زیر سوال. شما باشین چی جواب میدین؟ خب من بستگی به توانایی‌های خودم داره. اگه داشته باشم میگم بله، اگه نداشته باشم من میگم یه قیاس کنیم. خب زده ها و خانم الان رو پرده است. دو نقش کاملا متفاوت دارن. بله. کلاشینکوف، متروپول. بله. خب شما بگید خانم فرانی، اوضاع احوال چطوره؟ اوضاع احوال بازیگری در سینما ایران، بازی‌های خودتون، وضعیت خودتون تو بازی. امسال که خب کار سینمایی نداشتیم، فقط تلویزیونی کار کردیم. فقط تلویزیونی کار کردیم. ولی واقعا فیلم‌ها متروپول رو داشتیم، کلاشینکوف رو داشتیم. این همه مال سال پیشه و سال‌های پیش. ولی واقعا وضعیت بازیگری رو چجوری می‌بینید شما؟ من بگم چجوری می‌بینم؟ آره می‌خوام بدونم نظرتون. والا با این نوشته ها و متنایی که ما میخونیم یه مقداری سخت قضاوت کردن در موردش. چه اشکالشون چی؟ اشکالش در اینه که خودتون میدونین دیگه ممیزی ها و سانسورایی که هست خب باعث میشه که خیلی چیزا حقایقش به اون شکلی که باید نشون داده نمیشه. یه چیزی که همه میدونن. یه مقداری دست نویسنده ها بازتر بشه، کارگردان ها. من فکر میکنم بازیگرا هم کارهای بهتری از خودشون نشون بدن که باورپذیرتر باشه برای بیننده. من فکر میکنم بیشتری معضلمون توی متنامونه. یعنی قصه نویس یا فیلمنامه‌نویس اینجا هیچ چیزی اونا هم تقصیری ندارن، اونا هم مجبورن یه چیزایی بنویسن یه چیزایی ننویسن. اینجا شما معمولا هر فیلمی رو انتخاب میکنید یا سختگیری‌های خودتون رو دارید؟ نه، بستگی داره. مثلا چه ملاکایی دارید؟ یه نقش رو خیلی دوست داشته باشم، برای مثال کار تجیش ناتمام که به کمک تینای عزیز رفتم سرش، واقعا نقش رو دوست داشتم. ولی خب یه موقعی هستش که خب نیاز مالی دارم دیگه، میبینم که چقدر باید کنار بیام با اون تهیه کننده سر قرار دارم. هر دو رو در نظر میگیرید. خیلی خوبه، خیلی سریع نظرشون اعلام میکنن. بعضی بازیگرا که اینجوری نیستن، نمیگن نیاز مالی داریم، میگن نه. ببینید اگر که ماها به عنوان یه سری هنرمند، اگر که دستن در کارا دولت میومد آقا یه حقوقی تعیین میکرد، یه بازنشستگی، یه چیزی، بله منم میشستم تو خونه با خیال راحت، میشستم و متنی که دوست دارم، کاری که دوست دارم انتخاب میکردم. ولی وقتی که من این امنیت شغلی و مالی رو ندارم چیکار باید بکنم؟ خب این امنیت شغلی در همه کشورها برای بازیگرا هست که ایران نیست. بالاخره یه حقوق بیکاری همه جا میگیرن، ما حقوق بیکاری نمیگیریم. ما حتی کار میکنیم، ماها باید بگذره تا حقوقمون رو بگیریم. تازه مالیات هم کم میکنن ازمون. من نمیدونم. بعد وقتی که یک فیلمنامه‌ای که با این شرایط باشه بپذیرید، بعد بخواید بازی بکنید، اون نقشی که دوست داشته باشم اصلا دنبالش نمیگیرم. ولی آخه شما فرمودید به خاطر پول مجبور برخی اونی که به خاطر پوله، آره این اتفاق میفته دیگه. من بخوام راستشو بگم فکر میکنم مشکلیه که همه جا هست. حالا توی سینما بخش خصوصی کمتر این اتفاق میفته. ولی چقدر خوبه که الان بیایم و بخش خصوصی رو بیشتر حمایت بکنیم. درست. البته شما بازیایی که کردین همشون بازیای خوبی بوده، یعنی تلاشتون کردین. یعنی مشخصه توی فیلم ها و سریال ها که خیلی فراوون. حالا ما چون برای سینمایی هستیم خیلی سریال خیلی از نقشا پرپر شده، خیلی از چیزا هم از بین رفته به خاطر کاتایی که خورده، چیزایی که از بین رفته. برای خودتون الگویی هم دارید در بازیگری؟ معلومه، مگه میشه نداشته مثلا باشم؟ فیلم زیاد میبینید؟ بعد میشینید فیلم هم زیاد میبینیم، ولی بله مطالعه، تحقیق، پژوهش. بیشتر الگو دارم. بیشتر الگو خارجی یا ایرانی؟ هم خارجی هم ایرانی. هر دوشو با هم. برای رسیدن مطمئنا الان بازیگر کسانی که بیننده برنامه هستن علاقمند به بازیگری هستن و علاقمند به بازی شما. اولین سوالی که تو ذهنشون میرسه و طبیعتا از ما هم انتظار دارن تو این نظرسنجی ها میپرسن، میگن خب ما اگه بخوام یه بازیگر بشیم باید چه شرایطی داشته باشیم، چه ویژگی‌هایی باید در نظر بگیریم تا بتونیم یه بازیگر خوب بشیم. البته میدونم باید بریم دانشگاه، مراحل تحصیلی رو علمی رو طی بکنن، ولی واقعا چه ویژگی‌های خاصی رو شما مد نظر دارید؟ شکر تو کلامتون ببخشید زود داشتم جواب میدادم. من بیشترین چیزی که به این عزیزان میگم، چون خیلی پیش میاد برای ما، این که عاشق باشن، عاشق بازیگری باشن. اغلب عاشق نیستن و وقتی که عاشق نیستن بهاشو نمیدن. هر عشقی بهایی داره. وقتی اون بهاشو نمیدی، آره دنبال مطالعه‌اش هم نمیری، سختی‌اش هم نمیگذرونی، خاک صحنه هم نمیخوری، زجر نمیکشی، اصلا خیلی از این تجربیات رو نمیکنی.
ما خیلی از بازیگرا هم داریم که اومدن خب اون اتفاقی که باید میافتاد نیافتاده. من فکر میکنم اونم دلیلش عاشق نبودم. برخی میگن الان خاک صحنه خوردن مال دوران قبل دیگه، الان خیلی این چیزا مفهوم نداره. میگه سریع میتونی به یک با یک شرایطی بری. خب ماندگاریش مهمه دیگه. همینو میگم دیگه. عاشق بودنه حداقل برای من ملاک بوده. چیزی که از بچگی تو خانواده‌ام دیدم، از پدر مادرم دیدم. اینو من یاد گرفتم. خب خدا رو شکر. خب خانم پاکروان، بریم سراغ فیلم خانم. یه مقدار دو تا خانم هستن، بحث‌های اجتماعی و معضلاتی که برای خانم‌ها در سینما ایران هست این مقدار گفتگو بکنیم. یه مقدار نقشایی که توی سینما برای خانم‌ها در نظر میگیرن خیلی برای ما بحث و سواله که چرا اکثر نقش‌های خانم‌ها در سینما ایران کلیشه‌ایه؟ چرا شبیه به همه؟ ما مگه زن ایرانی اینجوریه؟ واقعا همین هست که ما فقط تو فیلم‌ها ببینیم شبیه اینن، یا تو آشپزخونه‌ن، یا فقط دارن بیرون کار میکنند و تلاش میکنن؟ چرا اینقدر کلیشه‌ای میشه نقش زنان تو فیلم‌ها؟ چرا فکر میکنیم اینجوری؟ خیلی ما زنای متفاوت تو سینما ایران دیدیم. من فکر نمیکنم اینجوریه. یعنی من فکر نمیکنم که مثلا زن باشو شبیه زن سگ‌کشیه اصلا. فکر نمی‌کنم زن سگ‌کشی شبیه زنای سریال‌های تلویزیونیه اصلا. نه من اصلا سریال تلویزیونی که قول از سینما صحبت می‌کنیم. من فیلم‌های سینمایی رو میگم دیگه. حالا شما اومدید دو تا فیلم شاخص رو مطرح کردید که نسبت به کل تولیدات سینمای ایران خب دو تا فیلم شاخصه. خب نه بازم میتونم مثال بزنم. ما نظر میگیریم این گونه نیست دیگه. خیلی نزدیک به من خودم احساس می‌کنم فیلمنامه‌نویس یا فیلمساز خیلی وارد سعی نمی‌کنه، چون اکثر فیلمنامه‌نویسا و فیلمسازای ما آقا هستن، مرد هستن، خیلی سعی نمی‌کنن به درون زندگی خانواده یک خانم وارد بشن و اونها رو بیشتر کشف بکنن، بتونن با یه حس خوب و مثبتی البته بتونن اونها رو بیان بکنن. اگه سری فیلم‌ها رو نگاه بکنید، فیلم‌های شاخص و تکی هستن که به این موضوع به طور عمیق پرداختن. بقیه سعی میکنن یه خانم خونه باشه و بالاخره حاشیه یک قصه است. پرداخت به موضوع زن رو جدی نمیگیرن، کمتر جدی میگیرن. بعدم که جدی میگیری به عنوان یک فیلمساز زن، اولین حجمه رو خبرنگارا و منتقدین میارن که باز یک فیلمساز زن اومده راجع به زن صحبت میکنه. به نظر من البته این ترسناک نیست و باعث عقب نشینی نیست. یعنی من فکر میکنم که انقدر جایگاه عمیق و انقدر جایگاه ویژه‌ای زنان میتونن داشته باشن در اجتماع، در خانواده و هر جایی، در سیاست، در جنگ، در هر جایی، در هر موقعیتی که قابل پرداختن. علتش اینه که ما یک ذره در مورد اینو قبول دارم که بیشتر فیلم ها زن خانه داره، زنی که آدم شاید به یک نوعی بهش ترحم کنه و من اینو دوست ندارم در واقع. ولی در کل فکر نمی کنم همه سینما رو بتونیم اینجوری مثلا، یعنی من هرچی الان دارم فکر میکنم زنانی که به ذهنم میان زنان متفاوتی بودن از اون چیزی که کلیشه همیشه یه زن خانه داره، مظلوم، معصومه. حداقل میگم در فیلم خودم این اتفاق نیفتاد. بله اون که درسته. در 3 تا طبقه، 3 نوع زن حتی سرپرست خانواده که با قدرت داره زندگی خانواده‌اش رو میچرخونه، توش داره بررسی میشه و بهش پرداخت میشه. نه من واقعا فکر نمی‌کنم اینجوری. الان هرچی دارم فکر میکنم میبینم زنانی که میشناسم در سینما ایران خیلی هاشون با هم دیگه فرق شخصیت‌ها رو دیگه، فیلمسازا رو که نه زنان مثلا هدیه تهرانی در فیلم سلطان خیلی فرق میکنه با مثلا مهناز افشار در فیلم جرم. در دو فیلم یک فیلمساز دارم مثال میزنم. یه فیلمسازای شاخصی باشون کار کردن، همون مثلا بیشتر اونا آقای کیمیایی و آقای بیضایی ولی واقعا فیلم‌های اکثر فیلم‌هایی که در این خصوص ساخته میشه این موضوع رو به صورت جدی دارن. هیچ وقت قهرمان اصلی اون زن نیست، بلکه یک مرد هست و زن همیشه حاشیه است. اکثرا اینجوریه و این موضوع است دیگه. به هر حال ما زنان واقعی جامعه ما اینگونه نیستن. اصلا اینجوری نیست. همون نکته که شما میفرمایید زنان ایران هم تدبیر دارن، هم مدبرن، هم زنانه عمل میکنن، مادرانه عمل میکنن، اما تو فیلم ها ما این رو نمیبینیم. این موزل از چیز؟ از نگاه فیلمساز یا نه وضعیت بگونه است که همین گونه میخوان باشن، بیشتر از این نمیخوان بپردازن؟ فیلمسازی نه، به نظرم از نگاه فرهنگی مملکتمونه. ما بیشتر زن رو داریم به عنوان مادر میپذیریم و زن رو به عنوان همسر میپذیریم. تازه به نظر من یک رده سنی دهه 50 به قبل
از دهه 60 به بعد حتی به اون نوع هم به زن نمیتونی نگاه کنی. یعنی دخترانی که الان مثلا 30 ساله شدن و 20 و چند ساله شدن، اونها اصلا کاملا زنان متفاوتی هستن از الگوی کلیشه‌ای فیلمنامه نویسان ما. و به نظر من باید کاملا شناخته بشن و بهشون پرداخت بشه. ولی بله، در فرهنگ ایرانی زن رو الگویی که برای زن دارن، زن مادر، زن خانه‌دار، زن کار نیست، زن تحصیل کرده نیست و واقعیت جامعه خلاف اینه. یعنی ما زنانی که داریم، بهترین دکترانی که از این مملکت هست، ریاضیدانی که جایزه میگیره زنه، خانم دکتر مهرز که بهترین پزشک ایرانن زنن و جهان معروف هستن زنن. و این همه فیلمساز زن داریم که هیچ جای دنیا این تعداد فیلمساز زن نداره. درست. خانم فراهانی شما وارد بحث بشید تو همین زاویه. هر چیشون میگن کاملا درسته. من اصلا سخنور نیستم مثل تینا. آره، به عنوان یه خانم تو نقشا رو بازی کردی، شما بهتر میتونید تحلیل بکنید. من اومدم برای مثال میگم کلاه پهلوی نقش محلقا رو کار کردم، ولی خب اون چی که بازی کردم و دیدم پخش شد انقدر قیچی شده بود که شاید محلقای اصلی اونجور که باید منتقل نشد. اون دردش، اون ضعفش، چه میدونم دردایی که کشید، زجرایی که کشید. الان من به عنوان بازیگر بگم آره خیلیاش اون نقشه واقعی اونجور که باید پخش نشد. بعد میایم یه سری نقش بازی میکنیم که واقعا نقش بازی میکنیم، یعنی برای خود منم واقعیت نداره. خودم میدونم اون نقش رو دارم بازی میکنم و خیلی دردناکه برای من، چون زمانیه که به عنوان بازیگر وقتی نقش رو که نمیپذیرم به لحاظ عقلانی یا حسی خیلی قصه‌مند میشم، نه اون انرژی رو میذارم و چقدر بده که اون انرژی رو وقتی نمیذارم قطعا بیننده‌مون رو میگیره. این تقصیر اون کارگردان است که اول فیلمنامه رو به شما میدن میخونین و بعد یه فیلم یه شخصیت دیگری در میاد. قسمت‌هایی از فکر می‌کنم بخشی از پشت صحنه فیلم خانم آماده است، اون رو ببینین، بینندگان هم ببینن و بعد در خدمتتون خواهیم. خب اینم یکی از سکانس‌های خوب فیلم بود. این رو توضیح بدید اون سر صحنه‌اش خانواده فراهانی. خیلی جذاب بود. اصلا یک خانواده واقعی رو میتونستی نشون بدی دیگه. این خودسانسوری رو نداشتی که در آغوش کشیدن پدر واقعیه و اصلا هیچ ایرادی برش واقع نیست و مادری که خیلی واقعی داره همه جوره همه چیز رو ساپورت میکنه. مادر در واقع سنتی خانه‌داری که باعث رشد چنین زنی شده که این همه پای همسرش وای میسته و این همه صبوری کرده در دوران بالا پایین. خیلی جذاب بود و منم الان دیدم همزمان با بینندگان عزیز پشت صحنه رو. خیلی ممنون از برنامه هفت و محسن سرافراز عزیز به خاطر این کار زیبایی که کرده بود و خیلی خوشحالم که کیمیا حسینی صحبت کرده بود و مانی مصطفی. دو تا بچه‌هایی بودن که در این فیلم خوب بازی کردن و امیدوارم آینده درخشانی داشته باشن. از اکران فیلم راضی هستید؟ از نمایش فیلم تو سالن‌های سینما؟ از کدوم ورش بگم؟ از هر زاویه‌ای که خودتون بایدید. از ور کارگردانیش خیلی خوشحالم به دو دلیل. یکی این که خیلی سینماها با مردم دارن فیلم رو میبینن و ارتباط برقرار میکنن و این برای یک کسی که اولین فیلمش رو میسازه خب جذابه. دهمین فیلمتون هم بسازین ببینین مردم دارن ارتباط برقرار میکنن، فکر میکنم این خیلی اتفاق خوبیه، چون این رو میخواستم. یعنی دوست داشتم که بتونم با مردم حرف بزنم و ببینن اون چیزهایی رو که من میخوام بگم. از اون طرف در واقع نگاه کارگردانی به خاطر جایگاهی که با یونسکو پیدا کرد، به خاطر جایگاهی که بین مردم پیدا کرد، سرم پایین نیست، خجالت نمیکشم و خوشحالم. از طرف تهیه کنندگی زمان اکران شاید نمیدونم خوشبختانه یا متاسفانه اصلا نمیتونم بفهممش، این حوزه پخش خیلی سنگینه هنوز برای من، ولی فکر میکنم همزمانیش با فیلم هایی که داستان پیچیده‌ای که هیچکس نمیتونه خیلی سخته، بله، همزمانیش با فیلم های بسیار پرفروش، بسیار پرمخاطبی که خود من هم جزو مخاطبینشون هستم و علاقه‌مندانشون، شهر موشا و آتش بس و فیلم آرایش غریزه حمید نعمت‌الله عزیز و فیلم خواب زده های آقای جیرانی که باز من تو اون همکاری داشتم باهاشون. اینها همزمان باعث شد که من تعداد سینماهای محدودی داشته باشم
این رو میفهمم که دوست داشته باشن سینمادارها سینمایی که داره تعطیل میشه، کم فروشه، بدن به شهر موشا که احیا بشه. درست. و خیلی خوشحالم از این بابت. ولی همزمانیش باعث شد که من تعداد سینماهای محدودتری داشته باشم و به همین دلیل فروش من فروش آهسته و پیوسته‌ای باشه. خدا رو شکر میکنم، به هر حال داره جاش رو وا میکنه، مخاطبش رو پیدا میکنه و راهش رو پیش میگیره. ولی میگم به عنوان تهیه کننده این که بگم الان خیلی خوشحالم و فروش میلیاردی دارم، اینها نه. و امیدوارم بتونم جوابگوی شرکای عزیزی که به هر حال سرمایه گذاری کردن تو این فیلم و من رو حمایت کردن باشم. خب متشکرم. خانم فراهانی، شما با کارگردانان متفاوتی کار کردین. میخوام بدونم چه ویژگی‌هایی برای کارگردانان آقای سینمای ایران قائل هستین؟ از پیشکسوت‌ها میتونم بگم که واقعا از بچگی آرزو داشتم که با هر کدومشون کار کنم. واقعا جزو آرزوام بوده، اینو اذعان میکنم. ولی خب مثلا هنوز نتونستم آقای تقوایی کار کنم، هنوز نتونستم آقای سینایی کار کنم. در رابطه با خانم هم واقعا جزو آرزوامه که با کارگردانی خانم هم کار بکنم. حالا کارگردان خانم به غیر از خانم پاکروان کار نکردید؟ بنی اعتماد؟ نه، جزو آرزوامه. گفتیم بله، خانم درخشنده. آره درست. خانم پاکروان توی جملاتتون شما اشاره کردید به نقش خانم‌ها. من حالا یا بعد متوجه شدم یا حالا توضیح بدید. به نقش خانم‌های خانه‌دار اشاره کردین. خانم‌های خانه‌دار که میتونن خیلی نقش موثری در جامعه ما داشته باشن. مهمترین نقش رو. آره، ولی من از صحبت شما برداشت کردم که فقط اونایی که کارمندن. نه، من من پرداخت فیلمنامه‌نویسا و کارگردانا به در واقع زنان رو به صورت کلیشه‌ای داشتم صحبت می‌کردم، وگرنه جایگاه زنان خانه‌دار که اصلا غیر قابل انکاره. به نظر من اساساً شغل اول زن رو اون میدونم و فکر می‌کنم که مهمترین جا و مهمترین سنگرش خونشه. بله. در واقع حفظ خانواده‌شه. بله. همسر و بچه‌هاش و رشد بچه‌هاست. و من خودم محصول یک زن خانه‌دارم و به مادرم افتخار میکنم برای اینکه اگر او نبود که من رو ساپورت بکنه در خونه و من رو حمایت بکنه، شاید من انقدر نمیتونستم تو جامعه جلو برم. درست. وضعیت خانم‌های فیلمساز در سینما ایران رو چگونه می‌بینید؟ خوشبختانه دارن پا به پا، بله، پا به پا و شاید حتی خیلی جاها جلوتر پیش میرن و من جنسیت قائل نیستم راستش آقای گبرلو برای سینما. یعنی معتقدم که هر شغلی برای یک سری شغل ها شاید برای زنان بهتر باشه، یک سری شغل ها برای مردها، ولی من فکر میکنم کارگردانی به بینش و نگاهه که هم زنان دارن هم مردان و من فکر میکنم که خانم ها الان خیلی خوب در حوزه سینما دارن جلو میرن، بسیار موفقن. یعنی خانم بنی اعتماد که باعث افتخارن، خانم درخشنده که باعث افتخارن، خانم حکمت که باعث الان زنده شدن بخشی از سینماها شدن باعث افتخارن، خانم میلانی باعث افتخارن، خانم مرضیه برومند که خاطره کودکی ما هستن و خیلی از خانم‌های دیگه دارن خیلی خوب پیش میرن و خانم‌های جدیدی دارن اضافه میشن که همشون قابل احترامن، مثل خانم مریم میلانی. بله. و به زودی مرجان اشرفی زاده در سینما خواهیم داشت و خیلی خوشحالم از این اتفاق. و جالبه که اکثر خانم‌ها توی حوزه‌های اجتماعی کار کردن و فیلم‌های اجتماعیشون خیلی به نظر من البته موفق‌تر از فیلم‌های اجتماعی آقایونه. انگار که خانم‌ها تو مسائل اجتماعی عمیق‌ترن، دقیق‌ترن. و برعکس ما فکر می‌کردیم خب مسائل اجتماعی خانم‌ها کمتر ورود دارن، ولی من خودم احساسم اینه مثلا خانم بنی اعتماد، خانم درخشنده وقتی به حوزه اجتماعی وارد میشن فیلماشون خیلی درخشان میشه، خیلی قوی و قدرتمند میشه. به نظرم بخشی از علتش اینه که زنان به هر حال حساس‌ترن و روحیه لطیف‌تری دارن، بنابراین اون درد اجتماعی و اون دغدغه اجتماعی شاید عمق بیشتری از وجودشون رو تحت تاثیر قرار بده و به همون اندازه پر احساستر راجبش مسئله رو مطرح کنن و بیشتر بتونن تاثیر بذارن. درست. متشکرم خانم پاکروان. خانم فراهانی سپاسگزار که دعوت رو پذیرفتید. صحبت پایانی داشته باشید شما و شما خانم. خیلی ممنون از دعوتتون. شما می‌خواید صحبت کنید؟ من دوستان بگم نتیجه نظرسنجی رو من لطف کنم ببینم که کدوم فیلم خانم فراهانی بیشترین رأی آورده. بفرمایید خانم فراهانی. ممنونم از همه کسایی که فیلم‌های ما رو حمایت میکنن، میرن سینما فیلم میبینن. امیدوارم همینطوری ادامه بدن.
بله شما خانم پاکروان. من دو تا موضوعی که میخوام بگم، یکی تشکر ویژه‌ام از تمام بازیگرا و عوامل فیلم خانم که اگر نبودن واقعا این فیلم شاید این جایگاه رو نمیداشت، و دوم از کسانی که سرمایه گذاری کردن برای منی که فیلم اولم بود. من واقعا باید تشکر کنم از آقای امین خسروی که بخش اصلی سرمایه این فیلم رو گذاشتن و از آقای سیدزاده که شریک من بودن در این فیلم. و بله، و واقعا فکر میکنم که این اتفاق باعث افتخاریه که میتونن به یک خانومی که میخواد فیلم اولش رو بسازه اعتماد کنن، سرمایه گذاری کنن و من ممنونش. متشکرم. خب من اعلام بکنم 35.9% فیلم خانم انتخاب کردن، 21.5% خواب زده ها رو انتخاب کردن، 16.1% متروپول، 15.8% وقتی همه خوابیم، 10.7% گناهکاران. به ترتیب خب خانم بیشتری رأی آورده. تبریک میگم. قربون شما، مرسی خیلی ممنون. البته نظرسنجی همچنان ادامه داره تا پایان برنامه ببینیم کدوم فیلم. حتی همه فیلم‌ها رو ما دوست داریم. ما همش ما اصلا الان دو تای بعدیش همشون من به جز گناهکاران با هم بودیم. خواب زده ها، متروپول و وقتی همه خوابیم من با هم. همیشه با هم باشیم و فیلم‌های خوبی رو خلق بفرمایید و آثار خوبی رو بازی کنید. سپاسگزار. سلام به خانواده برسونید. خیلی ممنون از وقتی گذاشتین برای شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بخش دیگری از 7 تا 7 آماده هست، ببینیم که چه خبرهایی در هفته گذشته داشتیم.